با سلام، با قسمت 13 از سری دوم آموزش خط و زبان فارسی از رادیو تاجیکی خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. این جلسه با حرف ج کار میکنیم و حرف چ که قبلا به شما آموزش دادم، منتها با روش برعکس. اول املای لاتین رو داریم و بعد از اون تمرین فارسی. واژه اول کجا، اینها در واقع مربوط به مکان میشه. اینجا، آنجا، اینجا، آنجا. جادو، جادوگر. این گر بچه ها در فارسی صفت فاعلی میسازه، مثل کارگر، کوزه‌گر، شیشه‌گر، یعنی کسی که اون کار رو انجام میده. جادوگر یعنی کسی که جادو انجام میده. کارگر کسی که کار میکنه. کوزه‌گر کسی که کوزه میسازه. قرمز جز رنگ ها هست. آبی رو خوندیم، قرمز رو هم میخونیم. قوری، این دو حرف ترکیبی اینجا به معنای ق هست. قله، جی و اچ اینجا به معنای ق هست. جوجه کباب. جنگل، البته من املای جنگل رو اشتباه نوشتم که تصحیحش میکنم. گل. جسم، جام، چاق، سی و اچ چه، ق و اچ ق، چاق. حالا با هم دیگه نوشتن اینها رو تمرین میکنیم. کجا، کجا. گاهی وقتا این شکلی هم می نویسم. کجا. دقت کنید ببینید. کجا یا کجا. اینجا، اینجا. اما اینطوری هم میتونم بنویسم. اینجا. آنجا، آنجا. دقت کنید به دست من. آنجا. این ج و ج شکل هم است. جادو، جادو، جادوگر، جادوگر، کارگر. قرمز، قرمز، این ق هست. قوری، قوری. قله، قله. ببینید قو. جوجه کباب، جوجه کباب. جنگل، جنگل، جنگل. ببینید یا این شکلی. جنگل. جسم، جسم. جام، چاق، ق آخر. ببینید قاف، چاق. فرق ف آخر و ق آخر رو اینجا یاد بگیرید. خب میتونید با اینها تمرین کنید و واژه‌های جدید بسازید. انشالله در قسمت بعدی دیکته های بهتری از این واژه ها رو با هم دیگه تمرین میکنیم. تا قسمت بعد، خدا حافظتون باشه.